دوستان خوبم سلام. مطلبی که امروز میخوام در موردش با شما صحبت بکنم مزایای برگزاری کلاس به صورت آنلاین هست. همونطور که میدونید بعد از شیوع بیماری کرونا بسیار از کلاس‌های حضوری تعطیل شد و تقریباً بالای 90% زبان آموزان رو به کلاس‌های آنلاین آوردن و جالبه که بعد از فروکش کردن بیماری کرونا کلاس‌ها هنوز داشت آنلاین برگزار میشد. ما در اینجا میخوایم اشاره بکنیم به مزیت‌های عمده کلاس‌های آنلاین و دلیل عمده برتری اونها به کلاس‌های حضوری. پس با من همراه باشید. مزیت اول، انعطاف پذیری. یکی از مزایای اصلی یادگیری آنلاین انعطاف پذیری هست که به زبان آموزان این امکان رو میده که برنامه‌های خودشون رو به صورت منظم تنظیم بکنن. این انعطاف پذیری شامل توانایی شرکت در کلاس‌ها از هر نقطه‌ای از جهان و در هر زمان ممکن است. بنابراین کاملا در یک برنامه شلوغ هم قابل برگزاری است. در آکادمی زبان کاج ما با ارائه برنامه‌های منعطف این کار رو برای شما راحت‌تر می‌کنیم. مزیت دوم راحتی و سهولت است. افراد زیادی هستند که در محل زندگیشون آموزشگاه‌های معتبر و مؤسسات کاربردی برای آموزش زبان وجود ندارد. طبیعتاً این افراد میتونن از مزایای آموزش آنلاین استفاده بکنن و همینطور میتونن دسترسی داشته باشن به متن درس‌ها، سخنرانی‌ها و ارتباط برقرار بکنن با اساتید از طریق ایمیل و همینطور پلتفرم‌های اجتماعی که قطعاً میتونه تجربه یادگیری اونها رو ارتقا ببخشه. مزیت سوم مقرون به صرفه‌تر بودن دوره‌های آنلاین به نسبت دوره‌های حضوری هست. یکی از مزایای بسیار پر اهمیت آموزش آنلاین این هست که نسبت به دوره‌های حضوری مقرون به صرفه‌تره. کلاس‌های آنلاین اغلب شهریه کمتری دارند و زبان آموزان نیازی به صرف هزینه‌های هنگفت برای رفت و آمد به کلاس‌ها رو ندارن. مزایای دیگر یادگیری آنلاین میتونه شامل صرفه‌جویی در هزینه در کتاب‌های درسی هم باشه، چون بسیاری از سیلابس‌های آموزشی و مطالب درسی به صورت آنلاین و به صورت PDF خدمت عزیزان ارائه میشه. و اما مزیت چهارم دسترسی به طیف وسیع‌تری از برنامه‌ها و دوره‌ها هست. به دلیل اینکه مؤسسات قرار نیست که کلاس‌ها رو در فضای فیزیکی خودشون برگزار بکنن و هزینه‌های بالای نگهداری کلاس فیزیکی رو متحمل نمیشن، توانشون رو بیشتر برای برگزاری طیف گسترده‌ای از دوره‌های آنلاین قرار میدن که این دوره‌ها میتونه شامل مکالمه، دوره‌های آمادگی آزمون‌های بین‌المللی و غیره باشه. در آکادمی زبان کاج ما طیف گسترده‌ای از دوره‌های عمومی و حرفه‌ای رو از جمله آیلتس، توفل، PTE و مکالمه و همینطور انگلیسی برای اهداف خاص رو ارائه می‌کنیم که به شما این امکان رو میده که برنامه رو انتخاب بکنید که با اهداف شغلی و شخصی شما مطابقت داشته باشه. مزیت پنجم که آخرین مزیتی است که اینجا بهش اشاره خواهیم کرد، توانایی یادگیری با سرعت منحصر به فرد خود هست. یکی از مزایای آموزش آنلاین توانایی یادگیری با سرعت خود فرد است. هر زبان آموزی سرعت مطالعه خاص خودش رو داره و اینجاست که مزایای آموزش از راه دور واقعا به چشم میاد. کلاس‌های آنلاین به شما این امکان رو میده که سرعت خودتون رو تنظیم بکنید و مطالب رو در صورت نیاز مرور بکنید و دروس رو به روشی که متناسب با سبک یادگیری شما هست آموزش بدید. و در نهایت با سرعت خودتون جلو برید تا کنترل نهایی رو بر فرآیند یادگیری خودتون داشته باشید. این 5 المانی که خدمت شما ارائه شد از مهمترین عوامل برتری کلاس‌های آنلاین بر کلاس‌های حضوری هست. از توجه شما سپاسگزارم.